چه جاده‌ایه؟ اینجا جاده باستانی تاشه در کوههای کنیون چین. این چه جاده‌ایه؟ این جاده صخره‌ای بالیه. این چه جاده‌ایه؟ این جاده پیچاپیچ کوهستانی آیجای در شیانگوشیه. اینم جاده کنار دریاچه باشا در شینجیانگ. این چه جاده‌ایه؟ این تونل توخالی خیابان هوانگپو در گوانگژو و این پل جنگ منلین در هاینانه. این چه جاده‌ایه؟ اینجا بزرگراه روی آب در دریاچه پویانگه و این بزرگراه یو شکل 315 در چینگایه. این چه جاده‌ایه؟ اینجا هم جاده دور دریاچه سایرامه. این چه جاده‌ایه؟ این جاده باستانی پاملون در شینجیانگه. بیش از 70 کیلومتر طول و بالای 600 پیچ اسچک. اینم بزرگراه روی آب دره جینکو در سیچوانه. این چه جاده‌ایه؟ اینجا جاده باستانی دههای درهامیه. این چه جاده‌ایه؟ این جاده نوپاوتیان در آنچینگ آنگویه. این چه جاده‌ایه؟ این جاده موجی در دشت آکسیلیسی در گوژو. اینم مسیر تاریخی 66 آمریکاست معروف به مادر رود. این چه جاده‌ایه؟ این جاده مرگ در نپاله. این جاده تیانوین توی شانشیه. این چه جاده‌ایه؟ این جاده موجی معروف چون گوینگه. اینم پل شناور گذرگاه شیردره در آنشیه. این چه جاده‌ایه؟ اینجا جاده لین پایشی در چون چینگه. این زیباترین پیچ اس در شرق کوه زیجی نانجینگه و اینم جاده صخره‌ای گولیانگه. کاملا با دست ساخته شده و لوکیشن فیلم ریس بدلنتم بوده. این چه جاده‌ایه؟ این جاده تنبنزه کنار رودخانه سان در آنشیه. اینم جاده مارپیچ ژجو در شانشیه. این چه جاده‌ایه؟ اینجا تقاطع چراغ‌های راهنمای فوتیان هوانگگانگ در شنژن با مجموع 124 چراغ راهنمایی.